آقا واسه ماجرای در واقع آقای پژمان جمشیدی، حالا من که خودم واقعا هیچ رقمه حالا با چیزی که در واقع ما دیدیم از ایشون، این ماجرا برام درست تو جفت و جو در نمیاد. این از نظر شخصی خودم البته. من فکر میکنم که بیشتر حالا ساختگی باشه یا هر داستانی ماجرایی توش باشه یه بحث دیگه است. ولی یه چیزی که توی این ماجرا واسه من مهم بود و خواستم با شما هم در میون بذارم و نظرتون رو بدونم اینه که توی ماجراهای جنسی و در واقع اینطور داستانا اینو من دیگه فهمیدم که هیچ کس واقعا قابل اعتماد نیست. واقعا توی این ماجراها به هیچ کسی نمیشه اعتماد کرد اگه بگی حق با اونه.